اصول فقه با لهجه مشهدی که قراره با هم 12 تا سوال کار کنه و یاد بگیره مباحث مهم درس اصول فقه رو. امیدوارم تا پایان این قسمت با ما همراه باشید. دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حال دل تک تکتان خوب بشه. قراره با لهجه مشهدی براتون تدریس کنم، ولی یه نکته، این که لهجه مشهدی ما با لهجه تهرانیمون ممکنه که برای شما عزیزان قاطی بشه. اگر ایرادی داشت، اگر ایرادی دیدید، به بزرگی خودتون رو ببخشید. قراره با هم یه خورده لهجه کار کنیم، لهجه شما رو بریم سمت لهجه مشهد، مشهدی رو یاد بگیرید. بچه‌ای که با ما کار میکنن تو دفتر بعضا میگن که ما لهجه‌مون داره مشهدی بشه. برای یه چند تا داستان جذاب هم هست در ادامه بهتون میگم و بریم سراغ 12 تا است اصول فقه. حالا چرا لهجه مشهدی خیلی مهمه؟ ببین شما درس اصول فقه که میگی میخوام حذفش کنم، نمیخوام با خانمش، ما سجاد یوسفی میگم بابا تو یه متخصصی، بیا حداقل با اینا چند تا تست کار کن، یک ایده ای داشته باش، اینا یکم یاد بگیرن، یکم براشون یه اصول فقه جذاب بشه. دیدم هیچ چیزی بهتر از همین لهجه ما نیست که بیام درس اصول فقه با لهجه مشهدی بهتون بگم. حداقل به خاطر شنیدن این لهجه بیاین این نکات رو هم یاد بگیرن و اگر این 12 تا تست رو یاد بگیرن قطعا تکراری توش هست. این تو آزمون‌های اصلا میبینی از اینا تکرار میه یا شبیهش میه. خیلی مهمه. ببین دسته و حرکت کنه، حرکت نکنه اصلا فایده ای نداره. بریم سراغ سوال اول ببینیم چی میگه. میگه با توجه به ماده 328 قانون مدنی، برو یه که آسونه، هر کس مال غیر را تلف کند ضامن است. مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل یا قیمت را بدهد. حرف یا در اینجا در هر صورت نشان دهنده واجب تأخیری است، به هیچ عنوان نشان دهنده تأخیر نیست. گزینه 1 و 2 هر سه گزینه غلط است. خب بچه‌ها حرف یا چیه اینجا؟ من اول بهتون تدریس کنم، توضیح بدم، بعد بریم سراغ گزینه‌مون پیدا کنیم. میخواد چی به ما بگه؟ میگه آقا واجب تأخیری چیه؟ میگم نگاه کن، آی یوسفی یادت سر کلاس اصول فقه گفت تو اگه روزت بخوری یه واشکی پشتت به حرم کنی یه واشکی روزت بخوری فکر میکنی امام رضا نفهمید؟ امام رضا فهمیده. حالا باید چه کار کنی؟ یا 60 روز روزه بگیری، یا زندانی یا همون برده آزاد کنی، یا کارهای دیگه ای بکنی. پس در اینجا به شما چی داده؟ تأخیر داده. گفته تو مخیری 2-3 تا کار رو چیکار کنی؟ انجام بدی. یا زندانی آزاد کنی، یا 60 روز روزه بگیری، یا فلان کار رو انجام بدی و این کاری که تو باید انجام بدی واجبه، پس میشه واجب تأخیری. تو مخیری یکی از اینها رو در هر صورت به گردنته انجامش بدی، به گردنته باید انجام بدی. به هیچ عنوان نشان دهنده تأخیر نیست. نگفته واجب تأخیری، گفته تأخیر نیست. یعنی اگر من مال یک نفر رو تلف کردم بیام مثلش رو بدم، ببینم مثلا نیست یا مثلا قیمتش رو دارم بالا میگم، بیام قیمتش رو بدم ارزون تر مثلا برام در بیاد. یعنی یک کدوم از این دوتا رو انجام بدم، مثل یا قیمت. میگیم نه، در ماده 328 میگه هر کس مال غیر را تلف کند ضامن است و باید مثل 2 تا کلمه داره که اینجا نیومده تو ماده. در صورت مثلی بودن، در صورت مثلی بودن باید مثل، و در صورتی که مثلی نباشد قیمی باشد قیمتش را بدهد. پس تو مخیر نیستی که یک کدوم از اینا رو انجام بدی، اصلا مخیر نیستی. پس پاسخ درست کدوم گزینه است؟ گزینه 4. شما یک الان تأخیر رو فهمیدی؟ بله فهمیدم. آقای یوسفی مثلا ما برنامه داده گفته شما این واجب روز اول رو بخونی. حالا مدنی داری، آدم داری، مثلا اصول داری. حالا کدومش رو شروع کنم؟ مخیری، از هر کدوم خواستی شروع کن. این میشه تأخیر.
اگر وجوب هم بیاد کنارش میشه وجوب واجب تأخیری، یعنی شما در هر صورت چی؟ مخیری. درسته؟ یک ارزم بزرگ شما نکته دیگه هم ما یاد گرفتیم، این که در این ماده مثل یا قیمت تغییر بودن نیست که هر کدومشو دلم خواست انجام بدم. نه، در صورتی که مثلی باشه باید مثلشو انجام بدم، مثلشو بگیرم بهش تحویل بدم، و در صورتی که قیمی باشه قیمتشو بدم. پس مخیر نیستم، باید نگاه کنم ببینم نوعش چیه، آیا مثلی یا قیمیه. کدام یک واجب توسلی است؟ آقا تو اصول فقه شما الفاظ، اوامر، نواهی جزو ساده ترین مباحثه. یادش بگیرن لطفا، یادش بگیرن، یعنی هم ساده هم میه. حالا چرا ما میگیم ساده یه؟ ببینید دوستان، یه مثالی براتون بزنم. یکی از همکارا همیشه مثلا از من میپرسید ساعت چنده، بعد من میگفتم ساعت رو اعلام میکردم، یهو من داشتم پای لپتاپ بودم کار میکردم، گفت آیسی ساعت چنده؟ یکی دیگه از دوستانی که کنار ما بود گفت 3. ما مشهدی‌ها یا در واقع خراسانی‌ها هر منطقه یه لهجه خاصی ممکنه داشته باشه، نمیگیم مثل تهرانی‌ها بی کلاس نمیایم باشیم بگیم ساعت 3، ساعت 2، همینجوری تمومش کنیم بدون هیچ پایان بندی بازی. ما میگیم 3 2. این یه خیلی مهمه. حالا این اوامر، نواهی، الفاظ هم چیه؟ ساده یه، ساده یه. بعد بری بگیری بخونی. یعنی میخوام یک کار کنم با شما که وقتی رفتی سر جلسه آزمون به اون کسی که میخواد سوال درسام و سوالا رو پخش کنه بگی بابا وردار بیار دیگه این سوالا رو، هم میس بابا وردار بیار دیگه. اینقدر شوق زدن تستای اصول فقه داشته باشید. کدام یک واجب توسلی؟ آقا ما در این مبحث توسل یک دونه دیگه هم داریم، تعبدی. تعبدی از عبادت میاد. هر جا که رفتی گفتی ای امام رضا خودت قبول کن، خودت از ما بپذیر، ما که فقط برای رضای خدا یک کار انجام دادم. هر جا اینا رو گفتی چشمات رو گریون کردی، اون میشه تعبدی، یعنی عبادت. میری حرم آقا امام رضا بدون وضو 2 رکعت نماز میخونی، بعد یادت میافته ای وضو نگرفتم، ای امام رضا ما که خوندیم دیگه که من درد میکنه، حوصله ندارم برام باز تو سن وضو بگیرم برگردم، خودت دیگه از ما قبول کن. این لزوم اقامه نماز چه؟ تعبدیه، یعنی هدف چیه؟ عبادت، قصد قربت نیاز است. میگه الله اکبر. لزوم پرداخت خمس، میری خمس بدی، میگه حاج آقا ما که هر سال این خمس ما رو میدیم حساب سال داریم. حالا بلندم میگی بقیه هم بشنون. آره ما حساب سال داریم، حاج آقا ما هر سال پرداخت میکنه. ببین این لزوم پرداخت خمس به قصد قربت داره انجام میشه، به قصد قربت، تعبدی، واجب تعبدی. همه مسلمان ها مثل شما باید این خمسشون رو پرداخت کنن. یا شما مسلمان های عزیز که روزه میگیرید، دمدمای هم سحر که میشه میخوان نماز اذان رو بگن سری میری مسواک میزنی، یکم هم آب مخوری، میگی ای خدا خودت از ما قبول کن، این روزه رو که میخوایم بگیرم خودت از ما قبول کن. باز یه قصد قربتی داری، یک نیتی داری. اما لزوم پرداخت نفقه به اقارب چی؟ به نزدیکان چه؟ قصد قربت داری یا نه نداری؟ پس این واجب توسلیه، چون قصد قربت درش نیست، قصد عبادت درش نیست. اون بعض تعبدی از عبادت عبد نیست، تعبدی از 3 تا حرف توشی از دیگه میشه عبد. عبادت هم عبده حروف اصلیش. آقا این نیست. داداش کوچیکت میگه بابا من میخوام برم گیم نت با بچه‌ها بازی کنم، بابا جان یک پولی به ما بده، تو هم به عنوان خواهر برادر بزرگ دست میکنی تو جیب 5000 تومانی بهش میدی، شاکار میکنه، اونم با یک نگاه عاقلا در صفی بهت نگاه میکنه. آقا همین الان یه ساعت من برم بشینم اونجا 300,000 تومان آب میخوره، تو 5000 تومان ما دادی. آقا این لزوم پرداخت نفقه به اقارب واجب چیه؟ توسلیه. پس پاسخ گزینه 2.
تا الان واجب تعبدی رو یاد گرفتی، واجب توسلی هم یاد گرفتی، همش هم از همین مثالا داره تو آزمون وکالت میاد. سوال بعدی، کدام گزینه صحیح است؟ میریم تو بحث وجوب. یه واجب دیگه هم داریم، واجب ها زیادن که حالا باز اگه بتونیم رسم شکل کنیم اینجا براتون. واجب مشروط و واجب مطلق. واجب مشروط چیه دوستان؟ واجب مطلق. واجب مطلق یعنی همین الان واجبه، مطلق به هیچ چی، مشروط به هیچ چی نیست، بی قید و شرطه، بلا قیده و باید انجامش بدم. واجب مشروط چیه؟ الان که من دارم این ویدیو رو برای شما میگیرم اینجا مشخصه ساعت 3:36 بعد از ظهره. الان من متونم بگم برو من وضو بگیر و نماز شب بخونم. نماز ظهر فرض کن خوندم، فرض کنم لو دادم خودم، نماز ظهر رو خوندم، نماز شب رو میگم الان برم وضو بگیرم بخونم. نه آقا، الان که وقت نماز شب نیست، نماز مغرب و عشا نیست. چرا؟ چون وجوب نماز مغرب و عشا مشروط به چیه؟ مشروط به زمانه، حتما باید زمانش فرا برسه. حالا در واجب مشروط وجوب عمل مشروط به وجوب عمل مشروط به حصول شرط است. بله، باید حتما اون شرط حاصل بشه تا من برم اون نمازه رو بخونم. تو برای اینکه آزمون وکالت بدی باید حتما اون لیسانس رو داشته باشی. می‌بینی چه قشنگ تهرانی صحبت میکنم؟ در واجب مطلق وجوب عمل بلا قید است. یعنی میگه آقا در واجب مطلق ما اصلا قید نداریم، تو باید حتما انجامش بدی. بلا قید یا همون بدون شرطه. در واجب مشروط تا شرط حاصل نشود آن عمل وجوبی نداره. بله، تا زمانی که اون شرط حاصل نشه، تا زمانی که من وقت نماز نرسه، تا زمانی که لیسانس رو نگیرم، اصلا اون عمل به شرط انجام، عمل به اون واجب حاصل نمیشه. نمیتونم نماز بخونم، نمیتونم آزمون وکالت بدم. پس شما در این تست هم واجب مشروط و واجب مطلق رو با این داستان نماز، مثال نماز یاد گرفتیم. ما کل اصول فقه رو با همین شیوه تدریس کردیم 10 ساعت. یعنی 10 ساعت مشهدی صحبت کردن و تدریس کردن در بعضی مواقع سخت است. دوستان عزیز، اینا رو من بهتون میگم تا شما فرار نکنید درس اصول فقه. مجبورم، بفهمین؟ مجبورم. قانون مدنی ماده 1269 میگه که اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد. واژه امر به چه معناست؟ تو اوامر بخونید. امر یعنی چی؟ آیا دستوره؟ آیا طلبه؟ آیا شیء، واقعه، حادثه؟ کدوم؟ امر هر سه تا معنی رو میده. هم دستوره، بخون درستو بخون، ببین دارم امر میکنم بخون، نماز تو بخون. یا طلب، یه چیز ازت طلب دارم، برو این کارو بکن. شیء، واقعه، حادثه، اقرار میکنم به این که آقا من از فلانی پول گرفتم بهش پرداخت نکردم، اقرار کردم به مدیون بودن خودم به اون واقعه. پس امر معنا چه معنایی میده؟ هر سه گزینه صحیح است: دستور، طلب، شیء. اما بریم سراغ نکات دیگر مبحث امر، اوامر. خیلی باحاله، خیلی مهمه. هر سال هم سوال میاد، بچه‌ها میگن ما که اصول فقه نخوندیم، اصول فقه سخته. خب همین تستا رو تو یاد بگیری دقیقاً هم همینا میاد. یعنی هیچ جاشو تو اصول فقه عوض نمیکنن. یعنی اینجوری نیست که بیان بگن خب اینو بذارم اول اونو بذارم آخرش. همش تکراریه. بابا سال پیش ما با درس اصول فقهمون 95% تطبیق داشت. یعنی هر کی خونده بود گفت وایس که دمت گرم زدی. هر سطح سوالات از اینا ساده تر. هر سال هم داره تکرار میشه. درستان رو بخوانین. برای تحقق امر، آقا میگه امر، کی باید امر کنه؟ کی؟ شما فرض کن رفتی دادگاه پیش قاضی، میگه پیش قاضی و ملق بازی. شما وکیلی،
قاضی مرتبش بالاتره یا وکیل مرتبش بالاتره؟ خدا مرتبش بالاتره یا بنده خدا مرتبش بالاتره؟ پدر مرتبش بالاتره یا بچه مرتبش بالاتره؟ کدومش؟ من مرتبم بالاتره یا شما؟ تو تدریس باشه که من، ولی خب بیرون از تدریس باشه قاعدتا ما احترام میذاریم، میگیم شما. قاضی مرتبش بالاست، وکیل مرتبش پایینه. حالا کی به کی دستور میده؟ قاضی به وکیل دستور میده برو بیرون، لایحت ثبت کن، بذار رو پرونده، پاشو دفاع کن. یا وکیل به قاضی میگه آج آقا رأی بده، از اون نپرس از این بپرس، به این نگو به اون بگو. کدومش؟ میگیم قاضی به وکیل دستور میده، یعنی قاضی نسبت به وکیل امر میکند، خدا به بندش امر میکند. نماز بخون، روزه بگیر مسلمان. دیگه انقدر مختار دیدیم توی ایام محرم، مثل آل زبیر میتونیم براتون صحبت کنیم. آره. خب برای تحقق امر صدور چه کسی از چه کسی لازم است؟ عالی به دانی، دانی به عالی. میگیم آقا قاضی به وکیل، یعنی از عالی به دانی. حالا کدوم گزینه عالی به دانی داره؟ گزینه 4 پاسخ ما. دانی به عالی که امر نیست، یعنی وکیل به قاضی. عالی به عالی هم که 2 نفر مساوی هن. دانی به دانی هم که مساوی هن. عالی به دانی یعنی بالا مرتبه به پایین مرتبه، دانی به عالی یعنی پایین مرتبه به عالی ترین مرتبه دستور بده. آقا وقتی من میرم لایحه رو می نویسم چی میگم؟ میگم برای مثلا یه لایحه تو ذهنم بیاد، میگم تقاضای این امر یا تقاضای این موضوع مورد استدعاست. آقای قاضی، وکیل به قاضی میگه. پس اگر دانی به عالی بگه میشه دعا. دیدی میری مسجد میگی خدایا یک پرشه بده با آقای یوسفی، یک بی ام و 428 هم بده باز با آقای یوسفی، فقط ما رو در آزمون وکالت قبول کن. تو میری پیش خدا چیکار میکنی؟ دعا میکنی. چرا؟ چون تو دانی هستی، مقامت پایین، خداوند مقامش بالاست. برای همون وقتی میری پیش قاضی لایحه می‌نویسی میگه آقا مورد استدعا دارم. استدعا از همون دعا میاد، آخرش رو بخون. استدعا، دعا. دانی به عالی، وکیل به قاضی. عالی به عالی، دانی به دانی. میخوام که تو این نکته رو حتما بدانی که آقا شما وقتی از در میخوای برین تو، میگه ایرانی همه از در فرارین، چون همشون همه از در میترسن، میگن اول تو. میگه چی؟ میگه خواهش میکنم شما بفرمایید، خواهش میکنم. 2 نفر مساوی قرار گرفتن، 2 تا همکار میخوان وارد دادگاه بشن، بفرمایید خواهش میکنم. وقتی 2 تا فرد مساوی به هم برخورد میکنن و تقاضای از هم دارن، میشه چی؟ میشه خواهش. عالی به دانی چی؟ عالی به دانی اگر موضوع مثبت باشد میشه امر کردن، اگر موضوع منفی باشد میشه نهی کردن. خدا میگه شراب نخور، نهی داره میکنه، عالی به دانی. خدا میگه نماز بخون، امر میکنه، عالی به دانی. پس ممکنه عالی به دانی هم امر کنه هم نهی کنه. پس در اوامر و نواهی وجه اشتراکشون چیه؟ اینی که عالی از دانی اون امر رو میخواد، مقام بالا از مقام پایین اون امر رو میخواد. حالا اون موضوع رو میخواد، اون موضوع ممکنه امر باشه، ممکنه نهی باشه. بابا با بچهش چی میگه؟ میگه سمت گاز بری جیز نری. مقام عالی از پایینی داره چیکار میکنه؟ نهیش میکنه. کدام یک واجب موسع است؟ سوال بعدی. واجب ها بچه ها، من اینجا نوت رو باز کنم تا این باز میشه، بریم یک وله ببینیم و برگردیم. دوستان قبل از اینکه بریم سراغ ادامه سوالات 6 تا 12،
میخوام این نکته رو بهتون بگم. ما یک قابلیتی روی سایت دادروز اضافه کردیم با اسم مرکز آزمون دادروز. شما کافیه تو سایت دادروز که وارد میشید روی بخش حساب کاربری بزنید، اینجا یه شماره تماس وارد کنید، کد بگیرید، پرونده آزمونی یا پرونده حساب کاربریتون تشکیل بشه. وقتی پروندهتون تشکیل شد خیلی راحت میایید اینجا بخش آزمون. حالا بچه‌ای که گوشی دارن خط کناری رو میزنن، بخش آزمون رو میان و شروع میکنن به آزمون دادن. قابلیت‌های خیلی زیادی این بخش داره برای شما. میتونید آزمون بزنید از فلش کارت هایی که ما برای شما طراحی میکنیم، آزمون جامع بسازید، از مخزنی که پر از تسته میزنید روش، براتون آزمون جامع مطابق با استاندارد آزمون وکالت طراحی میکنه و بهتون تحویل میده. مشاهده پنل دارید که میتونید پنل ببینید، ویدیو راهنما هم که وجود داره. خب هم میتونید آزمون بزنید مطابق با کارت ها. من براتون اینجا باز کنم یک چند تا تب تا موقع باز بشه. هم میتونید آزمون جامع بسازید. اینجا بخش آزمون های من هستش که هر چی آزمون میدید میره اینجا، نتایجتون هم میره اینجا. هر چی سوال تو آزمون ها غلط میزنید، اون غلط ها میره تو بخش فلش کارت ها. یعنی تو فلش کارت ها شما میتونید چیکار کنید؟ اون غلط ها رو بارها و بارها مرور کنید. خب من اگر بخوام برم آزمون بزنم، میتونم این دکمه رو بزنم فقط رایگانه ها رو نگاه کنم، میتونم این دکمه رو خاموش کنم همه رو نگاه کنم. هزینه زیادی هم نداره، مثلا 19000 تومان، 20000 تومان، 39000 تومان. بهتون میگه چند تا سوال داره، مثلا این 20 تا سوال داره، 25 دقیقه زمان داری، 3 بار فرصت داری تو این آزمون شرکت کنی، ولی همیشه سوال و جواباش تو بخش آزمون‌های من برات باقی میمونه. یک دونه از اینا رو من تعدادش رو زیاد کرده بودم، فرصتش رو این 10 تاشو من زدم. مثلا ورود به آزمون، حالا نمیدونم 10 تا فرصت رو من تموم کردم یا نکردم. مثلا این درس کیفری ورود به آزمون که بزنم، آره تعداد دفعات هم به اتمام رسیده. داشتم تست میکردم. این پایینم ببین همه کارنامه من هست. حالا یه کارنامه هم براتون باز کنم، دوباره این رو برگردم تا ببینید. حالا برام بخش بعدی، آزمون جامع خودتو بساز. 140 تا سوال استاندارد، 70 درس اصلی، 170 دقیقه هم زمان داری، 3 بار فرصت شرکت تو این آزمون رو داری، ولی همیشه سوال جوابش برات باقی مونه. فقط 3 بار تو خودت رو محک بزنی. مطابق با استاندارد آزمون کانون و وکلا یه هزینه ای داره، مثلا 298000 تومان میزنید، سوالا به صورت رندوم تصادفی براتون اتفاق میفته و گفته اینجا سوال فهرست داره، سوالات 1 تا 20 حقوق بدنی، 21 تا 40 آیین درس مدنی. مطابق با استاندارد آزمون وکالت سوالات براتون قرار میگیره و اینجوری میتونید آزمون بزنید و درصد خودتون، تراز خودتون همه رو نگاه کنید. مثلا اینجا تو درس آیین دادرسی کیفری هیچ صحیح وجود نداره، 4 تا غلط، 6 تا نزده، رتبه 77 از بین بچه‌هایی که شرکت کردن. تمام سوالا رو براتون میاره. با تکنیک‌های تستنی میتونید تحلیل کنید چند تا سوال چند تا غلط رو حذف کردید. بحث حذف گزینه رو داره. یا سوالاتتون پاسخنامه تشریحی داره، یعنی سوال و گزینه و پاسخنامه تشریحی، یا براتون ویدیو داره که کامل میتونید ویدیوی تحلیل رو توسط استاد مربوطه در واقع ببینید. و توی این هم یه دونه دیگه رو بزنم. اینجا ما یه مسابقه فعال کردیم بچه‌ها. ما یه مسابقه فعال کردیم، به نفر اولش هم 1 میلیون پرداخت میکنیم که میتونن وارد این بحث مسابقه حقوق جزا بشن، که البته من این مسابقه رو فکر میکنم که زدم و نمیتونم دیگه الان واردش بشم. ببینم اینو زدم یا نزدم. آها، شروع به آزمون داره. متون فقه میتونم بحث تمرین تکنیک تستنیش رو خاموش کنم، تمرین تکنیک تستنیش رو فعال کنم. این یه قابلیتیه که میتونم خودم رو با تکنیک تستنی تحلیل کنم و بسنجم. شروع و آماده سازی رو میزنم اینجا و خیلی راحت آزمون برای من شروع میشه. چیزی که خیلی مهمه و نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که من اینجا نقشه راه 10 تا سوال رو دارم. یعنی اگر من سوال 1 رو بلد نباشم، میتونم علامت بر مرور رو بزنم، نارنجی رنگ میشه، میام سوال دوم رو میزنم، میام مثلا حالا اینجا نوشته سوال ثبت و سوال بعد، میام سوال بعدی رو میزنم. بعد نکته‌ای که هست اینجا حذف گزینه داری، یعنی میتونی با تکنیک‌های تستنی حذف گزینه کنی. بعد در نهایت میگه آیا تو گزینه غلط رو حذف کردی یا گزینه صحیح رو حذف کردی، اصلا حذف گزینه رو به درستی انجام میدی یا نمیدی. مثلا این گزینه رو من حذف میکنم، گزینه 2 رو هم حذف میکنم، گزینه 3 رو هم حذف میکنم. پاسخی که میمونه گزینه 4. مثلا گزینه جیمه. من 3 تا گزینه رو حذف کردم، گزینه جیم رو زدم، میرم ثبت و سوال بعدی. بلد نیستم، علامت برای مرور. ثبت و سوال بعدی. بلد نیستم.
حالا اگر سوال مشکل داشته باشه میتونم گزارش مشکل این سوال رو بدم. رو گزارش کلیک کنم بگم که خب مشکل نوع مشکل رو بنویسم اینجا. حالا اینجا همش تمش سفید میاریم و درست بشه. مشکل رو کوتاه بنویسم برای ما بیاد که این مشکل رو در واقع بتونیم برطرفش کنیم و در نهایت ثبت نهایی رو بزنیم و کامل انجام بشه. و مورد آخر کارنامه‌های منم که بهتون نشون دادم، فلش کارت های من. شروع امروز میتونم فلش کارت های خودم رو مرور کنم. سوال رو از من میپرسه، پاسخ میدم. چند لحظه ثبت میکنیم ببینیم آیا اون سوالی که قبلا خوندم میگه پاسخت غلط بود، پاسخ صحیح اینه و این سوال چند ساعت بعد یا فردا دوباره میتونی مرورش کنی. کارت بعدی دوباره مثلا این رو میزنم، حالا خوندید میزنید پاسخ میدید، دوباره بهتون میگه بله صحیح شد و از کارت ها خارج میشه و میره تو بخش تسلط یافته. به این صورت شما میتونید توی این بخش آزمون های من، مرکز آزمون دادرس، به تمامی موارد در واقع پاسخ بدید و کار کنید. خب اینم از توضیح این بخش. بریم سراغ ادامه سوالات. خب بریم سراغ سوال 6. میگه کدام یک واجب موسع است؟ من در بحث وجوب بچه ها واجب های موقت، واجب تو بحث زمان، واجب دو نوعه، یا واجب موقت بچه ها یا واجب موسع یا واجب غیر موقت، یا واجب موقت یا غیر موقت. واجب موقت یعنی زمان داره. شما وقتی قانون رو میخونی میگه مدیر دفتر ظرف 2 روز، خوانده ظرف 10 روز، خوانده ظرف 20 روز، تجدید نظرخواهی 20 روز، فاصله ابلاغ تا نمیدونم جلسه رسیدگی 7 روز. زمان داره برای شما. 10 روز، 12 روز، 5 روز، 3 روز، 2 روز، 1 روز، 15، 16، هر کی میگه 16 نیست، 17، 18، 19، 20. بله آقا شما اگه میخوای تجدید نظرخواهی کنی 20 روز زمان داری، واقعی 20 روز زمان داری. خب هر جا که در قانون ما زمان تایم دیدیم، تایم حد اکثر حداقل نه تایم یعنی 10 15 عدد تایمی دیدیم که مربوط به زمان بود، میشه واجب موقت. هر جا که تایم ندیدیم میشه غیر موقت دیدیم، یعنی زمان بندی نداره. خب واجب موقت دو نوعه، یا موسعه یا مضیقه. واجب موسع یعنی چی؟ یعنی موسع یعنی وسیع، یعنی زمان انجام عمل خیلی بیشتر از خود انجام عمله. من میخوام یک نماز صبح بخونم 2 رکعت، 1 دقیقه و 40 ثانیه طول میکشه. چقدر براش زمان دارم؟ 2 ساعت 3 ساعت. پس نماز خودش 2 دقیقه طول میکشه ولی زمان من 2 ساعته. بهش میگن واجب موقت موسع. وسیعه یعنی زمان انجام عمل بیشتر از خود انجام عمله. میری دادگاه میگی یک نامه به من بدید ببرم مثلا فلان شعبه، برو بشین، برو نوبت بگیر، برو تو صف. آقا این نامه چقدر زمان میبره آقای مدیر دفتر؟ براش 2 دقیقه زمان میبره. فرم چاپیه که اسم تو رو، اسم یکی دیگه رو حذف میکنه، اسم تو رو میذاره. 2 دقیقه. ولی چند ساعت تو رو اذیت میکنه؟ 3 ساعت. چقدر زمان داره؟ 3 ساعت، 4 ساعت. واجب مضیق چیه؟ انجام عمل به میزان خود، زمان انجام عمل به میزان خود عمله. زمان انجام عمل به میزان خود انجام عمله، یعنی نه زمان کمه نه زمان زیاده. مثل چی؟ مثل روزه گرفتن از 3 صبح 4 صبح تا 5 6 بعد از ظهر. تو میتونی بگی آقا من 5 6 بعد از ظهر میگیرم تا 3 صبح؟ خیر. زمان انجام عمل مشخصه، خود انجام عمل هم به همون میزان زمان میبره. تمام شد رفت. کارمند ادارات چند ساعت کار باید بکنه؟ 7 و نیم میره تا 2 و نیم بعد از ظهر. آیا میتونه بگه من 2 و نیم میام تا 10 شب؟ خیر. زمان انجام عمل به میزان خود انجام عمله. زمان داره 7 و نیم تا 2. پس واجب موقته. موسع یا مضیق؟ مضیق. دیگه چی؟ عادت ماهیانه خانوما.
میتونن بگن من به جای اینکه 7 روز باشه میخوام 2 ساعت و 10 دقیقه باشه؟ خیر، زمان انجام عمل به میزان خود انجام عمل، بالا پایین دیگه نداره، باید این مدت سپری بشه. درسته؟ زمان انجام عمل به میزان خود، عده میگن نگهدار، زمان انجام عمل اون 3 ماه به میزان خود انجام عمل. این میگن واجب موقت موسع یا مسیع. واجب غیر موقت 2 حالته، یا فوریه یا غیر فوری. فوری یعنی چی؟ مثل سلام کردن. سلام، همونجا میگی سلام. میتونی بگی فرداش من میگم سلام، پس فردا میخوام بگم سلام، سلام سلام، آهنگ رو بخونی؟ خیر. غیر فوری مثل چی؟ مثل نماز قضا. نمازت قضا شده، حالا مثلا صبح قضا شده، میخوای صبح بخونی، میخوای ظهر بخونی، میخوای شب بخونی، میخوای فردا بخونی، غیر فوری، هر وقت خوندی. حالا بریم سراغ این سوال. این نه، این کجا رفت؟ همه رو زدیم به جز اون چیزی که باید میزدیم. میگه درخواست تامین دلیل و امارات از دادگاهی میشود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است. آقا قرار بود ما مشهدی صحبت کنیم. نگاه کنیم بچه‌ها، تو واجب موسع اول ببینید کدوم یکی از این گزینه‌ها زمان داره. موسع یعنی موقت دیگه، یکی از اسام واژه موقت بود، ما زمان میخوایم. کدومش زمان داره؟ در دیوان عالی کشور خارج نوبت. ببین خارج نوبت تله ها، میخواد تو رو ببره تو بحث زمان. این که زمان نداره، عدد نداره. این گفته هر یک از طرفین دعوا حداکثر تا 2 نفر وکیل. خب کو زمانش؟ این که تعداد اون وکلا رو داره میگه، پس اینم زمان نداره. در مورد یاد شده در ماده قبل مدیر دفتر ظرف 2 روز، این زمان داره. تمام شده رفت. این واجب موقته. نقایص دادخواست را باید برطرف کنه و به خواهان اطلاع بده. آقا برطرف کردن اون نقص دادخواست و اطلاع دادنش، یعنی اعلام اون لیست کردن و اطلاع دادنش چقدر زمان میبره؟ به خدا 2 ساعت. ولی این آقا چقدر زمان داره مدیر دفتر؟ 2 روز. پس میگیم واجب موقت موسع. تمام شده رفت. پاسخ گزینه 4. پس نگاه میکنی ببینی کدومش زمان داره. کدام یک صحیح است؟ امتثال نهی برای یک بار کافی است. تو بحث اوامر و نواهی هم خودت بگو منو، وقتی خدا بهت میگه مشروب نخور، 1 بار نخور یا همیشه نخور؟ کدومش؟ وقتی بابات میگه برو از سر کوچه ماست بگیر، 1 بار میگه باید بری بگیری همون روز یا هر روز تو اون تایم باید بری بگیری؟ خب میگه 1 بار انجام میدم دیگه. میگه امتثال نهی برای 1 بار کافی است. همین که 1 بار من خونه علی مشروب نخوردم کافیه دیگه، میرم خونه حسن فرزاش میخورم. نه آقا، امتثال از نهی همیشه باید انجام بگیره به صورت مستمر. امر میبایست همیشه امتثال شود، یعنی همیشه اجرا شود. خیر، 1 بار اون دستور رو انجام دادی کافیه. من به شما گفتم برو درس رو باز کن، دوره آموزشی تو ببین، 1 بار دیدی کافیه دیگه، مؤشرنویسی کردی همونا رو میخونی. نه از مقام دانی بالی. خیر، آقای یوسفی گفت چه قاضی به وکیل اگه دستور بده میشه امر کردن، اگر چیزی رو ازش نهی کنه میشه نهی کردن. نهی مقام عالی به دانی است. وجه اشتراک نهی و اوامر هم همین عالی به دانی بودنشه. پس کدوم گزینه صحیحه؟ هیچ کدوم، همه گزینه ها غلطه. کدام یک نهی هست؟ هیچ کس را نمیتوان. ببین نهی یعنی چی؟ یعنی منفی. نکن، نخور، نپوش، نزن، نگیر، نباید، نشاید. هر چی که منفی بود میشه نهی. هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد، یعنی دستگیر نکن آقای مأمور. همینجوری مگر به حکم قانون داره نهی میکنه نکن. تصمیمات شورا نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. آقا این تصمیمات نگیر، دارم نهی میکنم. اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست، داره نهی میکنه. میگه اگه اقرار خواستی بگیری به اجبار نباشه. پس کدوم گزینه نهیه؟ عزیز من بیا برو ماستم بگیر دیگه، همه رو با هم زدی. دیدید یه قطره آب میفته رو گوشی تا به اکس و نکس قبلی همه پیام میده؟ کدام گزینه؟ گزینه 4. در قرارداد قید شده. تو بحث مفهوم و منطق هم 2 تا نکته من بهتون بگم تمام این پارت.
در قرارداد قید شده است در صورت تأخیر در تحویل کالا فروشنده باید خسارت پرداخت کند. حالا مفهومش چیه؟ منطوقش چیه بچه‌ها؟ ببینید بچه‌ها، ما یک جمله داریم. خب علی رفت. اگر من همین رو دوباره تکرار کنم، این مفهومه یا منطوقه؟ میگیم منطوق. کپی پیست. پس منطوق چیه؟ کپی پیست. اگر همون جمله دوباره تکرار بشه، یا بهش میگیم فحوای کلام جمله اول منطوق آن جمله است، یعنی کپی پیست. هرچی از این جمله فهمیدم، علی رفت. مامان علی رفت دبی یا نرفت؟ علی رفت. تمام، علی رفت. مفهوم چیه؟ هر چیز، هر جمله ای که خارج از این جمله من بشنوم، بفهمم، درکش کنم، میشه مفهوم. مفهوم دو حالته، یا موافقه یا مخالفه. مفهوم موافق یعنی منطوق مثبته، مفهوم موافق هم جملهش مثبته. است نیست. یا منفیه منطوق، اینم منفیه. مفهوم مخالف چیه؟ تو منطوق مثبته، تو مفهوم منفیه. یا تو منطوق منفیه، تو مفهوم مثبته. این میشه مفهوم مخالف. ولی اگر مثبت بود، منفی بود، میشه چی؟ مفهوم موافق. حالا بیا بریم توی سوال با هم ببینیم. در صورت تأخیر در تحویل کالا فروشنده باید خسارت پرداخت کند. میخواد ببینه مفهوم مخالف یا منطوقش چیه. اول منطوقا رو ببین. اگر همین جمله دوباره تکرار شد، منطوق درست. منطوقش این است در صورت عدم تأخیر. این که گفته بود تأخیر، این میگه عدم تأخیر، پس این قطعا منطوق نیست. خب 3 تا دیگه مفهوم داریم. مفهوم مخالفش این است که در صورت تأخیر در تحویل کالا باید خسارت پرداخت کنید. این که خود جمله، پس این مفهوم نیست. این چیه؟ این منطوقه، چون خود جمله رو دوباره اومده تکرار کرده، پس مفهوم نیست. حالا مفهوم موافق داره یا مخالف داره؟ میگه در صورت عدم تأخیر در تحویل کالا نباید. این فعل مثبته، این فعل منفیه. مثبت در منفی رو آقای یوسفی چی گفت؟ گفت اگر مثبت باشه منفی باشه میشه مفهوم مخالف. این چی نوشته؟ نوشته مفهوم موافق، پس اینم نیست. پاسخ میشه چی؟ گزینه 4. مفهوم مخالفش این است که در صورت عدم تأخیر در تحویل کالا نباید خسارت پرداخت کند. این مفهوم مخالف جمله است. آیا همه جملات مفهوم دارن یا منطوق دارن؟ بهتون در ادامه میگم. کدام گزینه در خصوص مفهوم مخالف صحیح است؟ مفهوم مخالف صریحاً در کلام ذکر شده. خیر، اگر در کلام ذکر بشه یا همون جمله باشه که اسمش منطوقه دیگه. خب اصلا مفهوم یعنی چیز خارج از اون موضوع. مفهوم یعنی چیز خارج از اون عنوان. من بفهمم، مثلا میگم سیب گرده، یعنی وقتی میگم یعنی مستطیل نیست، این میشه مفهوم خارج از اون جمله سیب گرده است، من فهمیدم. درست شد؟ مفهوم مخالف صریحاً در کلام ذکر شده. خیر، حکم مخالف از جهت نفی و اثبات همانند حکم منطوق است. حکم مفهوم از جهت نفی و اثبات با حکم منطوق متفاوت است. مفهوم مخالف همانند منطوق صریحاً در کلام ذکر نشده. مفهوم مخالف همانند منطوق ذکر نشده. نزد من منطوق ذکر شده، مفهوم ذکر نشده در جمله. پس این گزینه کاملا غلطه. بین گزینه 2 و 3 میمونم. حکم مخالف از جهت نفی و اثبات همانند حکم مفهوم منطوق است. خیر، همچی چیزی نیست. حکم مفهوم یا مثبت یا منفیه، از جهت نفی و اثبات با حکم منطوق متفاوت است. یعنی ممکنه مثبت باشه، ممکنه مثبت منفی باشد. پاسخ میشه گزینه 3.
دو تا سوال هست بچه‌ها، شبیه همیشه هم از این سوالات داره میاد. آیا همه جملات مفهوم دارن؟ خیر. نکته، همه جملات منطوق دارند ولی همه جملات مفهوم ندارن. چون منطوقش همون کپی پیستشه دیگه، هر چیزی که میفهمیم میشه منطوق. هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد، این خودش میشه منطوقش. آیا مفهوم داره؟ یعنی هر کس نباید دارای نام خانوادگی باشه؟ خیر، اصلا مفهوم مخالف نداره. یا این جمله اگر اتومبیل خریدی آن را بیمه کن. اگر اتومبیل نخریدی آن را بیمه نکن. مثلا مفهوم داره؟ یعنی الان جمله رو خود تکرار کن. اگر اتومبیل نخریدی آن را بیمه نکن. نخریدی اصلا مفهوم نداره. اگر کفش خریدی واکس بزن. اگر کفش نخریدی واکس نزن. مفهوم نداره. پس در بعضی از جملات مفهوم داریم، در بعضی جملات نداریم، ولی در همه جملات منطوق داریم. دوستان عزیز، این 12 تا سوال رو ما با قسمتیش لهجه مشهدی، قسمت لهجه خودمون عادی تدریس کردیم، توضیح دادیم، فقط برای اینکه یه خورده آشنایی پیدا کنید با اصول فقه، دوست بشید، آشتی کنید و امیدوارم که اگر شوخی کردیم با لهجه مشهدی ما رو ببخشید، ما خودمون لهجه مشهدیم باش دیگه، باز شوخی موخی ما خود ما نداریم. امیدوارم براتون مفید باشه و انشالله اگر اوکی بود بگید تو باز هم سوال کار کنیم، ولی خب مثل حالت عادی دیگه، حالا با لهجه مشهدی نه ولی با حالت عادی با مثال باهاتون کار کنیم و انشالله براتون مفید باشه. خسته نباشید تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدارتون.